ما هم فشار میدهیم تا بریم و برای بازی و لطفاً با توجه به تابلوی راهنما مسیر خود را به درستی پیدا کنید. ایستگاه بعد تجریش. خب الان اومدیم برگشتیم ما با هم به عرصه یوتیوب و حالا خب اول اینجا رو ببینیم. طبق چیزی که من دیدم، من ویدیو آریو کوکسا رو دیدم و فهمیدم بازی چجوریه دیگه. یعنی مثلا اون چیز میذاش رو فهمیدم، یعنی الان میدونم مثلا. ولی این چیزی هم که فهمیدم اینه که همه چی تغییر میکنه، یعنی هر چیزی همون نیست. منظورم اینه که همه سناریوها همون نیست. خب الان ببینیم، الان باید همه اینا رو نگاه کنیم. خب حالا فعلا که در اولیم، بریم در دوم. دیگه در اول حالا یه در همینجوری رد میکنیم، ایشالله از در بعدیش. ایستگاه بعد تجریش. خب الان واگن شماره 2 لطفا با توجه به راهنمای مسیر خود. خب حل چقدر لگیم، یه ذره ولی لگیم بازم. او اینجا نیستش. با چیکار کنیم؟ راهنمای بازی همه واگن ها از درب جیم خارج شد. الان باید واگن شماره 3 باشیم اگه اشتباه نکنم. بله واگن شماره 3 هستیم. اضافه کنم از اونور ببینیم راحت تر باشه، یعنی از سمت در جیم. این جیم. آره دیگه حل. اول بذار یه نگاه سر تا سری بندازیم. همه چیز همونه الان، دقیقا همه چیز همونه. بریم زیبا. خب مدگل نه، هزار گله. من یادم یه جا مدگل دیدم. من یه جا مدگل دیدم، ولی الان طبق چیزی که ما الان اینجا دیدیم حالا نمیدونم اون هزار گل باید مدگل باشه یا هزار گل باید باشه. ما ریسک میکنیم و از درب جیم خارج میشیم. خدا خودت کمک بکن. واگن شماره 4 درست اومدین. خب آقا اول کار درا چیز میگم، آره دیگه درا قرمزه. از درب جیم خارج میشویم. پیش به سوی جیم علی. آقا اگه این الان بخواد اینجوری بازی تموم بشه به این آسونی، آقا گفتم مدگله، هیچ کس باور نکرد. واگن شماره 5 به چند باید برسیم؟ واگن شماره 10. خب حل. من احساس هم میگه از در الف گم شو بیرون. در الف کو؟ آره احساس هم میگه در الف گورتو گم کن برو. ایشالله که درست رفتیم. کو؟ خب حل واگن شماره 6. آقا بنده تا الان واقعا چیز ترسناکی ندیدم. شت یا خود موسی، ببین پاشی جرت میدم. یا علی یا خدا. در جیم چیه؟ برو بیرون گم شو. برو ریدم تو خودم. واگن 7. آقا واقعا ایزی این بازی ها برای من ایزیه، یعنی بازی سخت به من پیشنهاد بدید داخل کامنت ها.
این بازی اصلا سختی من ندیدم تو این بازی. اگه به این میگی سخت، این اینجا دنبال چی میگردی ایستگاه بعد بود؟ تنجیر. آقا این نه یادم نوشته بود اینجا محل تبلیغ شماست، یه همچین چیزایی نوشته بود. ریسک میکنیم و در جیم خارج میشویم. حله آقا، یعنی میگم ایزی. مگر ژلاتو دندون. ببین من یه حسی میگه هرچی جلوتر میریم قراره سخت‌تر بشه. اتوباری کنی. خب آقا همه اینا حله، همه چی هست. فقط من الان باید رچ هم یا باید بمانم، چون ببین همه چی دقیقا الان همونه. اینا اینجا محل تبلیغ شماست، همون در الف رچیم، ایشالله به 9 میرسیم. ببین خیلی چیز سختیه همین الان تو. آقا این واگن آخره، یعنی ببرم وانترای تمومش کردم. آره یعنی فقط آخ. خب آقا باید دقت کنیم چون مرحله آخره، یعنی واگن آخره. آقا اینم همه چیش درسته. با کلیک راست زوم میکنه. خب آقا حل، این همه چی همونه. پس در الف بریم دیگه. خدا کنه در الف درست باشه. خدای خودت کمک. وای من خوبم، من خیلی آرومم، من بسیار آدم آرومیم الان و میخوام به بازی ادامه بدم. میریم سراغ واگن بعدی. امیدوارم. یعنی واقعا چی بود من ندیدم؟ خب آقا اول از همه این خودش یه نکته است. برمیگردیم. من چی رو ندیدم؟ ما همینجوری میبینیم میریم جلو. اینا همه چی درسته. همه چی درست. میریم واگن شماره 4. دو واگن دیگه میرم. اشتباه شد همینجا ویدیو رو بدون خدافزی تموم میشه. نمیدونم شایدم با خدافزی. هیچ چیزی در این دنیا مشخص نیست. واگن شماره 2 اینجا همه چی اوکیه، همه چی همونه. میریم واگن بعدی دیگه. ایشالله الان باید بازیمون به اتمام برسه. خب حل الان خودش نکته یه. برمیگردیم دیگه. الکی وقت ویدیو رو زیاد نمی کنیم و نمیخوایم کانتنت در بیاریم ما اصلا. آقا چراغا چی شد؟ چراغ زد. من نمیدونم الان در الف برم بیرون یا نرم. میریم جیم نهایتش، چون چراغا خاموش روشن شد. یس درسته. اینجا هم اینا الان رو زمینه و با ما باید برگردیم. دری چرا بسته نمیشه؟ در جیمه. خب از جیم میریم. درست شد. واگن چندی؟ 5.
چی شد آقا؟ من گیج شدم. همینو میریم دیگه. آخرهای بازی واگن شماره 6یم. بله. هیچی اشتباه نیست آقا. من الان نمیدونم الف برم یا نرم. بریم الف. ایشالله که هیچ اتفاقی نمیافته و ما به الف رو میبریم. خب و باز هم به آخرای بازی رسیدیم. این مثبت بود تا جایی که من یادمه. نمیدونم دقیق نمیدونم ولی فکر کنم مثبت بود. این یه A بود با 3 تا مثبت. پس امیدوارم نریم واگن شماره 1. خب ببین الان دوباره چراغ زد و واگن شماره 8یم. من نمیدونم سر چراغ باید برگردیم نباید برگردیم. نه الان باید برگردیم. یا خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. کو در کو؟ هر کی دستش به من بخوره بی ادبه. باز نمیشه آقا. باز شو دیگه. واگن آقا دوباره رسیدیم واگن شماره 9. به همین آسونی تموم. آقا ما بازی رو تموم کردیم. این بغل البته نمیدونم اینا بود نه نبود. میریم جیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.